قبل از اینکه این ویدیو را پلی بکنم امیدوار هستم با دیدن این ویدیو که تا آخر انشالله خواهد دیدین شاک نشین. شما خبر دارین که عزیزانی از قوم تاجیک، هم از نویسنده هایش، هم از موی سفیدایش، هم از زنان، هم از مردان، هم از جوانان، چت جی پی تی و گوگل و امثال هم منبع قرار میدهند و بالاخره کوشش میکنن مستقیم و غیر مستقیم تاجیک ها را مالکین اصلی از دو سرزمین معرفی بکنن و پشتون ها را مهاجر معرفی بکنن. این ویدیو را کوتاه مشنویم، باز ما میرم داخل خانه و بالاخره موضوعات اصلی را باز ما با اساس اسناد و کتب بسیار ارزشمند و تاریخی صحبت خود کردیم. این را مشنویم باز میریم سر اصل موضوع. The Tajiks came to Afghanistan from Tajikistan. Well, this is an argument, unfortunately, that I hear a lot from my Pashtun brothers and sisters, has no historical, any sort of facts. It's absolute false narrative. Let's look at the numbers. There are more Tajiks in Afghanistan than the entire population of Tajikistan. If you add Tajiks in Tajikistan and Uzbekistan, combine them, there are still less than Tajiks in Afghanistan. So this logically makes no sense. Plus, if you go with this argument, the other side could argue that Pashtuns came to Afghanistan because most Pashtuns are in Pakistan. There are way more Pashtuns in Pakistan than in Afghanistan. Their heartland is in modern-day Pakistan. See how tricky that is? We should stay only. ما خانه میرم حقایق براتون نشون میدم ولی شاک نشین، خفام نشین. قربانتان. هموطنان عزیز سلام درود خدمتتان، انشالله جور صحت و از گزند روزگار بدور باشین. در این ویدیو حقایق بسیار وحشتناک را در قبال قوم محترمی که فعلا در افغانستان به نام تاجیک یا تاجیک مسما هستند پیگیری خواد کردیم. ناگفته نباید گذاشت که من نتیجه پژوهش بسیار طولانی که در قبال قوم محترم تاجیک انجام دادیم و نتیجه از را در خدمتتان میگذارم، یک حرفم از دل خود نمیگم، با اساس کتب و بالاخره نسخه های تاریخی بسیار ارزشمند صحبت خود کردیم. قبل از اینکه ما برایتان منابع را باز بکنم، در نخست میخوایم کتابی را برای شما معرفی بکنم که قرار است در این ویدیو برای شما به معرفی بگیرم و بالاخره برویم داخل کتاب و داخل صفحاتش. کتاب نخستی که قرار است ما در این ویدیو صحبت بکنم کتابی است از فیض محمد کاتب، یکی از برجسته ترین تاریخ نویس های ما شما، به نام نژادنامه افغان. کتاب دوم یک کتاب بسیار ارزشمند است به نام غیاث اللغات، 3 جلد داره. در سال 1780 این نوشته شده که فعلا 2025 است، یعنی 245 سال قبل. کتاب سومی که من صحبت میکنم به نام شرفنامه منیری هستند. این 2 جلد داره و بسیار کتاب ارزشمند به ما شما هستند که در سال 1473 فعلا 2025 است، یعنی 552 سال قبل نوشته شده. بسیار کتاب ارزشمند است که کسی که اهل مطالعه هستند میفهمند که من چی میگم. بسیار ارزشمند است. و کتاب سوممون که هستند کتاب سبک شناسی است که هم 3 جلد داره و در سال 1939 نوشته شده، فعلا 2025 89 سال قبل. و کتاب چهارم ما که هستن از شاهنامه فردوسی انشالله میپردازیم. دوستان عزیز لطفا شاک نبینین و ناراحت هم نشوین. ما صرف از کتاب نقل قول میکنم، از دل خود هیچ چیز انشالله نمیگین. میریم سر کتاب. کتاب نخست از دوستان عزیز نژادنامه افغان از ملا فیض محمد کاتب هزاره که میریم در صفحه 138. خب دوستان، نژادنامه افغان صفحه 138 شما میتونین خودتان بررسی بکنین. میتونین هم آنلاین کتاب داشته باشین هم و فیزیکی داشته باشین. میم سر فرقه تاجیک. این فرقه در نژاد از عرب است که در بدو زیر دین اسلام با اروپا و افریقا و ایشا مسئولی و متصرف و در اکثر مقبوضات خود متمکن و با حالی آن مخلوط شدند. یعنی اینها عربی هستند و دسته که در پاورقی چی نوشته میکنن؟ تاجیک. ببینین، تاجیک در اصل تازی و تازیک بوده است که ایرانیان به قبیله تی، یکی از قبایل عرب، اطلاق میکردن و بعدا این کلمه را به همه عرب ها اطلاق کردند. در اصل دوستان عزیز وقتی که اسلام فتوحات خود شروع کردن، اکثرا عرب ها آمدن به زمین های افغانستان، ایران فعلی ما شما و بالاخره
اکثرا زنان را برده جنسی گرفتن و ازدواج ها کردن و بالاخره وقتی که اونا صاحب اولاد می شدن، باز عرب ها اونا را تازی می گفتن که آیستا آیستا به فرهنگ و به زبان ما بلدیت پیدا کردن. این میتونین این کتاب داشته باشین. میم سر کتاب دو. دوستان عزیز، منبع دوم کتاب سبک شناسی هستند. این کتاب 3 جلد داره، بسیار یک کتاب ارزشمند است، از محمد تقی بهار ملک الشعرا. واقعا ارزشمند است. میریم ما شما در صفحه 50 دوستان عزیز، صفحه 50 ببینید، صفحه 50 سبک شناسی. سعی کنین چند جای گفته اینجا ما براتون نزدیک بیارم. اصلا زبان از اینا تات هستن دوستان عزیز، که دقیق اگر شما ایده بخوانین، من نمیخوایم ویدیو دراز شوند. تازیک و تاجیک، اینا تازیک و تاجیک چیست؟ ایرانیان از قدیم به مردم اجنبی یا بیگانه تاجیک یا تاجیک میگفتند. این بسیار مهم است. بالاخره من نمیخوایم به احترامی بکنم، تازی یا نطفه ارام حرب و بعضی گپا گفته. میایم سر منبع سیوم، شما میتونید دقیق بخوانید. دوستان عزیز، منبع سیوم منبع به نهایت مهم هستند که حتی در سال 1473 میلادی که فعلا 2025 است، یعنی 552 سال قبل نوشته شده توسط ابراهیم قوام فاروقی. این کتاب یعنی کسی اگر کتابخوان باشه و اهل کتاب باشن میفهمن که من چی میگم. یعنی 552 سال قبل نوشته شده. مستقیم میریم، نمیخوایم ویدیو دراز شود، در صفحه 289 دوستان عزیز، صفحه 289 را باز میکنیم. من بسیار کوتاه براتون میگم دوستان عزیز. من امیدوار هستم کس تازیک و تاجیک سعی من مستقیم میایم سر تشریح ازی. ببینین عزیزان دل، سر تشریح میایم. تاجیک ببینین، تاجیک در اصل به معنای ولاد عرب است. تاجیک در اصل به معنای ولاد عرب است که در عجم بزرگ شده و برآمده باشند. تاجیک در یعنی باز اینجا ده ها منابع دیگر هم برای موضوع را دادن. یعنی ولاد عرب است، یعنی نطفه عرب در بطن یک خانم عجم رشد بکنه و بالاخره به انسان تبدیل شوه، او را چی میگفتن؟ تاجیک یا تازیک یا تاجیک. میایم سر بخشای دیگه دوستان. خدا شاهد از دوستان عزیز که من قصد توهین ندارم و نمیخوایم که در کتاب قیاس اللغات برام، چون ما بیخی زیر او عرق شدم دوستان عزیز. یک چیز ما براتون میگم، تمام تاریخ نویس هایی که شما دوست دارید برین گریبانشان بگیرین و براشان بگوین که موجودیت تاجیک های عزیز ما را حداقل تا قرن 18 برای ما در داخل افغانستان ثابت بسازن. یعنی ثابت بسازن که تاجیک در کدام ولایت بودن، حداقل 300 سال قبل در کدام ولایت بودن، در کجا بودن، به اساس منبع ثابت بسازن. افسانه ها و قصه ها و اینا جا را نمیگیرن دوستان عزیز. ما میخواهیم که با سر زبان از اینا صحبت بکنیم. در واقع تاجیک های عزیز ما که هستن یک قوم ساخته شده و ترکیبی هستن. خب در اینجا اسنادهای بسیار زیادی را وجود داره، ولی من نمیخوایم بیشتر پیش برم دوستان عزیز. و به کشور عزیز ما افغانستان در 4 مرحله مهاجر شدن، مسکن گزین شدن و بالاخره فعلا هموطن ما هستند، برادر ما هستند، عزیز ما هستند. ما با هم مشترکات بسیار زیاد پیدا کردیم. مسجد ما یکی است و بالاخره ارزش‌های ما یکی هستند. ما امیدوار هستم کسی ناراحت نشن. ما دوستان عزیز نمیخواستم با چنین موضوعات خود درگیر بسازم، ولی بعضا دل انسان میسوزن که یک جوان در یک گمراه روان باشن و بالاخره یک اسم را بالای خود بگذارن که او اسم به اساس کتب و واقعیت ها یک توهین پنداشته میشوند. اکثرا کتاب نویسایتان که شما بسیار قایم بگیرین، باز اونا انکار میکنن، میگن نه ما تاجیک نیستیم. دوستان عزیز با عزت باشین، سلامت باشین، انشالله ما در خدمت هستیم. باز ما پوزش میخوایم اگر کسی ناراحت شده باشه. دوستان عزیز باور به خدا بکنیم که بعضی انسان ها تا حد انسان مجبور میسازن تا رجوع بکنن به حقیقت و حقایق بیان بکنن. یک چیز براتون بگویم دوستان عزیز، زبان دری زیبایی که ما شما صحبت میکنیم این هاست، تاجیکا نیستن. تاجیکا متاسفانه به اساس سیاستی که دنیا داشتن یک ترکیب از اقوام جمع کردن و بالاخره زبان دری ما را بر از اونا
حواله کردن و برشان گفتن که شما گویا تاجک هستین، ایرانی ها از تاجک بدبور هستن و همین لحظه در تاجکستان شما برین حتی الفبا اینا ندارن، به الفبای روسی و تمام لواحی و تمام نصاب درسیشان روسی هستن. موفق باشین، قربانتان.